چرا موهاتون نزدین؟ آقا به جان خودم من زدم موامو که نگاه کنین کوتاه کردم. به بچه‌ام گفتم بزنن ولی گوش نکردم به حرف من. ممنون از شما که به فکر صلاح ما هستید مثل دانشمندا. با تو کاری ندارم، بیا برو سر جلسه. با اجازه چشم. شما ستا برای چی نزده؟ با اجازه ما دیروز رفتیم سلمونه هم خاص موامونه بزنیم برقا رفت. آری که تاریک چشم نمیدید. یه ساعتی هم نشستم ولی برقا نیامد. ها اتفاقا ما هم همونجا رفتم دیگه، هم رسیدم پامو گذاشتم تو مغازه برقا رفت. بعد اوستای گفت بابا تو چی قدم نحسی داری دیگه. چی جالب، هم برعکس مویم همونجا بودم. اصلا ما اونجا بودم احمد آمد تو. ما گلم کم چرا بود گفت برو سرت بوش شد تا وقتی این رفیقت بزنم. ما هم سرم بردم زیر شیر. آقا سعید آمد پاش گذاشت تو جریان همون پای نحس و برق و الانم که در خدمت شما. با اجازه ما برم. وایسا ببینم اگه تا فردا این موها رو نزنین همه چی خود ماشین میکنه. حتما خودم برش میزنم. هر ستاتون باید بزنه.